روز اول بهار با دید و دیدار اقوام و بستگان شروع می شود. مرزهای حوزه نوروز به گستردگی بهار است. سبز همچون سبزه و به رنگارنگی سفره 7 سین ایرانی. جشن نوروز و سفره 7 سین ایرانی شباهت‌های بسیاری به مراسم‌های سنتی اوکراینی داره. از رنگ کردن تخم مرغ تا مراسم آتش زدن نماد زمستان که همان مفهوم چهارشنبه سوری است. خانه تکانی، پوشیدن لباس‌های نو، همچنین جشن بهار، همه اینها از یک فرهنگ مشترک ریشه داره. نوروز رسم کهن ایرانی است که امروز به یک جشن بین‌المللی تبدیل شده. Родиною індоіранських народів, бо це якісь універсальні речі. بهار پیام‌آور دوستی هاست. ایرانیان عزیز، برای خانواده شما آرزوی موفقیت و آرامش دارم. نوروز مبارک. امیدوارم سال 1400 برای شما همراه با سلامتی و خوشحالی باشد. سال نو بهترین فرصت برای گرمی داشته تمام چیزهای خوبی است که در زندگی داریم. سپاسگزار داشته هایمان باشیم و تلاش کنیم بهترین ها را برای خود به ارمغان آوریم. ما بسیار دوست داریم بدون محدودیت ها با عزیزانمون به راحتی وقت بگذاریم و این ویروس و قرنطینه یه روزی بدون شک به پایان میرسه. من آرزو میکنم با تلاش های مشترک در سال آینده این ویروس را مبارزه کنیم. نوروز نماد جاودان نو شدن است. تجدید جوانی جهان کهن است. زینها همه خوبتر که هر نو شدنش یادآور نام پاک ایران من است. نوروز مبارک. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.